من دوباره سعی میکنم که این ویدیو رو ضبط بکنم. خیلی جالب بودش که من نیم ساعت ویدیو ضبط کردم برای این آموزش، حالا گپ زدم با هم دیگه، ولی متوجه شدم که اسکرین لپتاپ من ریکورد نمی کردم و فقط داشتم ویدیو رو ضبط می کردم، صدا رو جداگانه ضبط می کردم، به خاطر اینکه بچه ها خیلی گفتن که کیفیت ویدیو خوب بود ولی کیفیت صدات خیلی پایین بود. حالا تلاشم اینه که با میکروفون اکسترنال بتونم حداقل یه ذره نویزایی که دور و اطراف هست مثل صندلی که خیلی رو اعصاب بود و کم کنم. اما بحث چیه؟ بحث اینجا سر رزبری پای و پروژه هوم لبیه که تعریف کردم. من قبلش توی وبلاگم از این گفتم که بحث هوم لب رو دوست دارم را بندازم و آزمایشگاه خونگی خب یه دلایلی داشت. دلیل اصلیش برمیگشت به این که هر باری که اومدم من یه سری کانفیگ انجام دادم و این کار رو کردم تو خونه واسه تستای خودم، همه اینا رو ریختم دور و هم چیزایی که میتونست هم به درد خودم بخوره هم به درد بقیه بخوره، ولی اینا هیچ وقت داکیومنت نشد و شاید هم از سرعت خودم کم کرد، شاید از سرعت بچه‌ای کسایی که دوست دارن استفاده بکنن. و خیلی خیلی اوقات دیدم اکثر خیلی از آدما دات فایلاشون رو شیر میکنن، کار خودشون رو شیر میکنن. منم دوست دارم اینو یه ذره بزرگش کنم، این بازی رو یه ذره بزرگترش بکنم، یه ذره در دسترس ترش بکنم. هم بیشتر برمیگرده به اینکه این اعتماد به نفسه وجود داره، همین که میبینم که بچه‌هایی که خیلی با تجربه هستن، با تجربه تر هستن، بیشتر کار کردن، کار نمیکنن، ویدیو نمیذارن، آموزش تولید نمیکنن و خب در غیاب بزرگترها با تجربه ترها گفتم که شاید بتونم یه ذره کمک بکنم و کسایی که دوست دارن به این حوزه علاقه‌مندن بیان با هم دیگه هم فکری بکنیم، یه ذره فضا داغ‌تر بشه. مخصوصا بچه‌هایی که مهاجرت کردن دیگه ایران نیستن، یه مقداری اون تماس همدیگه رو از دست ندیم، یه ذره با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. اگه نمیتونیم فیزیکی در کنار هم دیگه باشیم حداقل یه ذره حالت مجازی باشیم. اما داستان رزبری پای چی بود؟ داستان رزبری پای اینه که من دیگه نمیخوام انتقار رو انجام بدم. یه دفعه بر خودم ویدیو سرور رو آوردم بالا، یه دفعه اوپن دبلیو تی آوردم بالا به عنوان مودم ازش استفاده کردم و اینجور چیزا، ولی دیگه میخوام یه کلاستر باشه که اون اپلیکیشن های کاربردی که معمولا وب اپلیکیشن یا فایل سیستم اینجور چیزا هستن استفاده بکنم، حالت بیشتر مثلا کلاستر کوبرنتیز باشه. حالا چیزای دیگه هم میتونه باشه ولی ترجیح میدم خیلی مدرن باشه، یه جورایی یه نسخه ترتمیزی از یه سیستمی باشه که شما میتونین روی مثلا یه کمپانی بیارین بالا، کمپانی کوچولو که همه چیز صرف هاستده و بدون هزینه، بدون هیچ چیز خاصی. اما بریم سراغ چیزایی که داره، اسپسیفیکیشن هایی که داره. من یه استیکارت 32 گیگابایتی دارم، اینه که بگین آداپتور وصل شده. اینه در حقیقت این میکرو SD کارت کوچولوه که به این وصل شده. میتونید تو سایزهای مختلف، اسپیدهای مختلف، به خاطر اینکه کلاس‌های SD کارت متفاوته تهیه بکنید و این دستگاه رزبری پای کوچولی من اینجا مشاهده میکنید که کار هدلس قراره به صورت هدلس روش دبیان رو نصب بکنیم. اما مشخصات هدلس چیه؟ مشخصات هدلس برای ما اینه که نتورک یه آی پی استاتیک بگیره برای ما و بتونیم دسترسی SSH رو به سیستم داشته باشیم بدون اینکه لازم باشه حالا بریم مثلا HDMI وصل بکنیم و از روی کارو بکنیم. یعنی کاملا همه چیز اتوماتیک برام اتفاق میفته. من از قبل خب چون ویدیو رو ضبط کرده بودم، لینک ها رو اینجا میبینید که باز شده، اینا آماده است، ولی تو خلال اون برنامه‌ای که نیم ساعت ضبط کردم اینا رو سرچ کردم و نبستم. میخوام همون ابتدای کار ببینین که این پست بلاگ هستش، ما میخوایم این دوتا کار رو انجام بدیم. یعنی این ویدیو قرار نیست خیلی طولانی بشه. یکی این که اول اینکه
مدل رزبری پایمون اینه، ولی خب من یه دونه رزبری پای 3B پلاس هم دارم که اون بعداً میشه باش در موردش صحبت بکنم توی ویدیوی بعدی. خیلی سریع اونم ستاپ میکنیم میبریم جلو. ولی صرف کار همین ابتدا این دبیان رو نصب میکنیم. قبلش توی پست قبلی خودم بحث مانت کردن فایل XT روی WSL روی ویندوز، چون من الان دارم از ویندوز استفاده میکنم و ویندوز سیستم عامل شخصی روی ماشینم. خب مشکلی که داره اینه که فایل XT4 نمیتونه، یا فایل سیستم XT4 نمیتونه مانت بکنه ویندوز. و برای این قضیه مجبور شدم که کرنل لینوکس رو برای WSL بیلد بکنم و این آموزش کامل گذاشتم که امیدوارم به دردتون بخوره. برای کسی که روی سیستم اصلیشون ویندوزه و از WSL استفاده میکنن خیلی چیز خوبیه. برویم به سراغ اصل داستان. ولی اول اینکه لازمه شما یه سری ایمیج رو تهیه بکن. من همه این آدرس ها رو توی لینک ویدیو میذارم. خب من از نسخه آخر دبیان بوکورم استفاده میکنم و اینا اون ایمیج هایی که تست شدن، یعنی مثلا HDMI شون تست شده است، USB کیبورد همه چیشون تست شده است و کار میکنه. من نسخه 8 گیگابایتی رزبری پای 4 رو دارم و از این ایمیج استفاده میکنم. بچه‌هایی که رزبری پای ندارم، میدونم قیمتش الان خیلی بالاه تو ایران و ممکنه همه دسترسی نداشته باشن، میتونن ویرچوال ماشین استفاده کنین. تصور کنین که این یه ویرچوال ماشین. خب اون کارهای اتومات کردن، هدلس کردن ویرچوال ماشین هم کاملا شدنیه. مثلا فرض کن برین از وگرنت استفاده کن. من یه پست قدیمی در مورد وگرنت دارم که توی اونجا در مورد اتوماتیک کردن وگرنت و استاتیک آی پی دادن به وگرنت و اینجور چیزام صحبت کردم. یعنی اون حال و فضای ترمینال رو کار کردن با ترمینال قشنگ توی وگرنت هم هستش و میتونه استفاده کنه. خیلی هم چیز باحالیه. شاید یه نگاه بهش انداختم، اپدیتش کردم. این مال فکر کنم 6 سال قبله. ولی بریم سر سراغ. خب من ایمیج رو قبلا دانلود کردم و با نرم افزار روفوس قراره که اینو ماونت بکنم، نصب کنم روی سیستم خودم بریزم. روفوس یکی از پر استفاده ترین ابزاراست برای بوتیبل دیسک ساختن و تفاوتی هم نداره. یعنی این استی کارت ما مثل بوتیبل دیسک در نهایت عمل خواهد کرد. فقط اون پارتیشن هایی که ساخته میشه بر اساس اون ایمیج از قبل ساخته شده دبیانه که ما دانلود کردیم. من اینو متصلش میکنم. USB تایپ C یه مقدار اون پشت من باید تقلا بکنم تا بهش برسم. خب همونجور که میبینین به سرعت اون دیسک و آیزا رو پیدا کرد، اون ایمیج اون استیکارت رو پیدا کرد و فقط اینجا کافیه من اون نسخه آخری که دانلود کردم و انتخاب بکنم. واسه رزبری پای 4 بودش. اون تیریه برای تیر بی پلاسه که اونو قبلا نصب کردم، ولی میگم بعدا میریم سر سراغش. یکم طول میکشه، ثبت میکنیم. خیلی البته سریعه این فرآیند به عبارتی ساخته شدن برن شدن دیسک روی فلش یا استی کارت ما. دیگه حالا که این داره ساخته میشه یکم صحبت بکنیم در مورد اینکه هدلس کام صحبت کردم. گفتم که ما نمیخوایم دیسک و ما نمیخوایم مانیتور و کیبورد و اینا به دیوایسمون وصل کنیم، فقط میخوایم کابل اترنت رو وصل بکنیم، یه آی پی استاتیک بگیریم و یوزر نه یه هاست نیم میخوایم داشته باشیم و SSH کیمون که بتونه به اون متصل بشه. خب الان داره ولیدیت میکنه که همه چیز سر جای. خب تموم
شد کار ما. میریم سراغ ماونت کردن این روی WSL ما. خب از اونجایی که من از نرم افزار همین USB PID استفاده میکنم، گفتم برای اینکه اون ور روی لینوکستون بتونین ساپورت بکنین اینو، لازمه که حتما کرنل WSL رو کاستومایز خودتون بیلد بکنین که اون تو مقاله کاملا گفتم. حالا که لیست میکنم میبینم که اینجا یه دونه USB Mass Storage دیوایس دارم. این همون چیزی که من میخوام. اینو اتچ میکنم به WSL خودم که WSL هم در واقع اوبونتو. اگر اینجا من LSPLK بزنم و لیست دیوایس همو ببینم، یه دیوایس SDE برای من اضافه شده، SDE1 SDE2. اگر که اینجا بزنم df-h میبینین که من اینجا اینو اینجا این STD ماونت شده. اینو ماونتش بکنم، اینو آن ماونتش بکنم. رمز سودو من میزنم و خلاصه. خب دیگه ما هیچ چیز دیگه اینجا نداریم. دوباره الان LSPLK میزنم. خب من از قبلش دایرکتوری به اسم RPI ساختم توی هوم خودم، کاری هم نداره دایرکتوری ساختم، کامندش اینه mkdir. ولی این دوتا رو پاک میکنم که نشون بدم که چطور میشه دایرکتوری ساخت. خب اکثر بچه‌هایی که اینجا هستن احتمالاً میدونن که چطور میشه. میگه که resource or device is busy. این احتمالاً به خاطر اینه که این lazy load نشده. اینو من الان به صورت خب من الان اینو آن ماونت کردم، دوتا رو و حذفشون کردم. این دوتا دایرکتوریشون از قبل اینا رو من ماونت کرده بودم به دیسک و اون دیسک دیگه وجود نداشتن. در واقع همین استی کارتی بود که داشتم روش کار میکردم. ولی حالا میخوام دوتا دایرکتوری بسازم. اسمشو میذارم که که پارتیشن 1 و پارتیشن 2 و میخوام که این دیسک SD1 رو من وصل کنم به یعنی ماونت کنم به این دایرکتوری. کاری که میکنم، چون برای دستور ماونت شما حتما نیاز دارین که یه روت باشه و من سودو برای روت استفاده میکنم، گرفتن روت اکسس. و dev SD1 رو من به پارت 1 چیز میکنم، SD2 رو به پارت 2. الان اگه برم توی پارت 1 میبینین که ما یه سری فایل داریم اینجا که این فایل شامل کامند لاین، کانفیگ و سیس کانفیگ میشن. حالا هر کدوم از اینا به نوبه خودشون یه تأثیری روی رفتار سیستم، مخصوصا وقتی که بوت میشه، دارن. مثلا کامند لاین شما میتونین یه سری پارامترهای کرنل رو اینجا مثلا وارد بکنین. مثلا net if names 0 رو بکنین 1 که توصیه میکنم فعلا دست به این نزنین. میریم سراغ سیس کانفیگ. اصل ماجرایی که ما میخوایم کارمون رو اینجا انجام بدیم برای عوض کردن هاست نیم و برای اضافه کردن کلید SSH مون به این سرور اینه که اینو عوض کنیم. بذار ببینم من سودو استفاده کرده بودم برای ویمم، چون اینا اگه نگاه کنیم میبینین که اینا روتن، یعنی یوزر و گروپی که دسترسی داره که این فایل رو تغییر بده روته. پس لازمه از سودو استفاده بکنم برای تغییر دادنش. من از ویم استفاده میکنم، ولی کاربرایی که حالا با هر ادیتوری که راحت ترین، نانو، ویم و هر چیزی که به کارتون میاد و باش راحت ترین ازش استفاده کنید. و اتورایز کیو من برای این سرور کی جدید میسازم، چون نمیخوام که از کی خودم استفاده کنم، پرایوت کی و پابلیک کی خودم اینجا استفاده کنم. ولی برای اهداف آموزشی من از یه روت پسورد خیلی ساده و
دبداغون استفاده میکنم که شما توصیه میکنم استفاده نکنین و اصلا کلا این آپشن رو دست نزنین اگر میخواین تو محیط پروداکشن از این استفاده بکنین. بیشتر همین روت اتورایزد کی برای زمانی که میخواین یه دسترسی حالا چیزی داشته باشین و سعی کنین که کلیدتون هم یه جای امن و نگه دارین. خب من برمیگم یه دایرکتوری عقب‌تر اینجا که اون فایل SSH کیمو توی رزبری پایم قرار ندم و میگم how to generate SSH key with keygen. من هیچ وقت کامندا رو حفظ نمی کنم، یعنی یا حفظم نمیشه یا انقدر ازشون استفاده نمی کنم که حفظم بشه، ولی توصیه میکنم که سعی کنین چیزی رو حفظ نکنین. اگه میخواین دنبال چیزی بگردین سعی بکنین مسیر دسترسی بهش رو یاد بگیرین، حفظ بکنین یا به یاد بسپارین. SSH کی مثلا RSA کی مثلا میشه. حالا RSA من برای پروداکشن پیشنهاد نمی کنم، EDA رو پیشنهاد میکنم، ولی خب الان مثلا میخوام حالا یه RSA کی بسازیم با SSH کی جن. خب از این کامند استفاده میکنم و به من میگه اوتپوتش رو الان میگه کجا بریزم. میگه میخوای اینو کیو اینجا بریزم، میگم نه میخوام اینجا بریزی. خب پس فریز رو خالی میذارم. پس فریز برای اینه که هر کسی نتونه از کی شما استفاده بکنه. فرض بکن یه رمز که روی سیستم شما ذخیره میشه و اصولا ربطی به اون کی شما نداره، برای آنلاک کردن کی روی سیستم لوکال شماست. خب میبین که این کیه رو اینجا ساخت IDRSA پاب و من از این IDRSA پاب استفاده میکنم برای وصل شدن به این رزبری پایمون. این پابلیک کیه که اینجاست، پرایوت رو نمایش نمیدم ولی خب اهداف آموزشی هم داره میشه نمایش داده، مشکلی نداره چون پابلیک پرایوت کی من نیست. باز میکنم سیسکانفیگم و اینجا توی اتورایز کیزم این اتورایز کیو وارد میکنم. خب مرحله اول که مرحله SSH کی بود و مرحله هاست نیم بود انجام شد. مرحله دوم مرحله اینترفیس هست. یعنی اگه من وارد این پارت 2 بشم، اینجا ما میبینیم که یه سری فایل سیستم های لینوکسی داریم، یه سری استراکچر لینوکسی که همه تقریبا توضیح مدرن این شکلی هن که یه یوزر دارن، ورد دارن، سیستم دارن اینا، و اکثر این توضیح ها کانفیگوریشن های خودشون رو توی ETC ذخیره میکنن. اونایی هم که از سرویس نتورکینگ استفاده میکنن معمولا توی این نقطه نتورک و این نقطه ذخیره میکنن. خب ما اینجا میبینیم دو تا اینترفیس داریم، WLAN و ETH. WLAN همون بحث وایرلس هم هست، چون رزبری پای 4 ماژول وایرلس هم داره. پس میتونید اگه دوست دارین وایرلس تو خونتون استفاده بکنین که توصیه نمیکنم، برای کانکشن بهتر، ارتباط بهتر همون اترنت کیبل بهتره. ولی اگه دوست داشتین زمانی از WLAN استفاده بکنین اون آپشن هم هست. اگر مودمتون حالا کابل ندارین یا هر محدودیت دیگه، ولی من چون تو خونه یه سری تعداد زیادی کابل لند دارم میام اینجا رو استفاده میکنم. همین که میبینی اینجا یه سری آپشن هست، یکی اوتو ETH 0 اینجاست میگه از DHCP آدرس بگیره و IP version 6 هم از DHCP بگیره. خب این به درد من نمیخوره چون من میخوام استاتیک IP بدم و اگر رنج IP خونه من چیز باشه، دوست دارم که از رنج 192.168 استفاده بکنم برای این قضیه. خب من دستی فعلا به این کانفیگای بالایی نمیزنم، ولی خب ممکنه اینا یه سری چیز داشته باشن با هم دیگه. خب اولا که لوپ بک رو پاک میکنم چون نیاز به اینترفیس لوپ بک ندارم اینجا تو این کانفیگوریشن که باشه.
بعد اینجا میبینین اینجا نوشته اینترفیس ETH iNet static، یعنی اینجا به جای DHCP ما از آپشن static IP استفاده میکنیم. خب من اینم پاک میکنم و میذارم که حالا IP6 هم باشه، مشکلی با IP6 ندارم که اینترفیس هم IP6 هم بگیره. ولی خب اصولا چون من کلا اینجا IPv4 دارم استفاده میکنم چیز معنی داری نخواهیم گرفت. و گیتوی هم 192.168.1 و برادکست هم 255 و نتورک هم 0. هیچ دیگه اوکی این با این مسئله اینو سیوش میکنیم و کار ما با کانفیگ اولیه سیستم تموم شد. من آدرس آی پی مو 192.168.150 دادم که یه سابنتی از نتورکمه که حتی خب این سابنت ندارم من اینجا، یه رنجی از نتورکمه که هیچ دیوایسی بهش متصل نیستش. من از آداپتور رسمی خود رزوری پای استفاده میکنم، ولی اگه دوست داریم میتونه از ولتاژ پایین تر استفاده بکنین یا هر کابل دیگه ای که USB تایپ C باشه. ببینیم چقدر 21 دقیقه شو. سعی کردم خیلی سریع صحبت بکنم بچه‌ها، ببخشید ممکنه خیلی چیزا از قلم افتاده باشه ولی مضیقه وقت هست و چیزا. اگه سوالی چیزی بودش حتما بپرسین، سعی میکنم که جواب بدم. خب کار ما اینجا تموم شده. من این دوتا دایرکتوریمو آن ماونت میکنم. و پارت 2 SD کارتمو دیتچ میکنم از روی سیستمم و وصل میکنم به رزبری پایم. اینجا اون نقطه ایه که من هنوز تست نکردم، تمام این چیزا رو آنلاین با شما رفتم. امیدوارم که این وسط به باگ و بوگی نخوریم و همه چیز طبق انتظارمون بره جلو. منم اینجا سری کابلای چیزا کت 6 دارم، کابل کت 6 هم وصل میکنم و اینا هم وصل میکنم. خب همین چراغش سبز رنگ میشه، چراغ اون لن پشتی هم شروع کرده چشمک زدن، یعنی داره کار میکنه. خب به زودی ما چیزی رو خواهیم داشت اینجا، ولی برای اینکه ببینم که تونسته آیا بیاد بالا یا نه، من برای معمولا برای رنج اسکن کردن رنج آی پی توی خونه از انگری آی پی اسکنر استفاده میکنم، ولی اینجا کار راحت تر که استاتیک آی پی دادیم در دی اچ سی پی استفاده نمی کنیم اینه که پینگش کنم، یعنی مستقیما بله میبینیم که 150 ما اومده بالا. برای این SSH زدن بهش از آپشن SSH -i استفاده میکنم و از کلید IDRSA هم استفاده میکنم، همون کلیدی که با SSH کیجن ساخته بودیم. الان سعی میکنم که بهش متصل بشم. 1.50. خب من قبلا گویا همچین هاستی رو داشتم و لازمه که نون هاست فایلمو ریست بکنم. الان من نون هاست فایلمو برای این هاست جدید اومدم یه دونه رکورد جدید ایجاد کردم، اون رکورد قبلی رو پاک کردم. به همین سادگی SSH keygen -f نون هاست فایلمو این شکلی چیز می‌کنم. الان وصل میخوام بشم ببینیم که کار میکنه و بله هاست ما بالا اومده و ما نتورک داریم و میتونیم ببینیم که به اینترنت دسترسی داره و میتونیم پکیج ها رو بخونیم و احتمالاً دی ان اس سرورش مشکل داره. برای اینکه سریع یه دونه اشتاپ نصب بکنم سال
احتمالا ریزالف کانفش با سیستم دی داره انجام میشه. ولی در هر صورت اگر که اینجا رو ببینیم میبینیم که آی پی آدرسی هم که گرفته 192.168.150 لینکمون آپه و اگر که فرض کن NSLOOKUP رو ببینم داره نداره چه سرویس استفاده میکنه. بعضی وقتا سری چیزای ساده از یاد آدم میره که اسامی یا مثلا چیز. الان من موندم که Airbnb DNS file location resolve conf همیشه resolve conf بوده. شاید من دارم یه اشتباهی میکنم. میگم چرا چیز نکنم. ویم ندارم، وی آی دارم. وی آی دارم، خدا رو شکر وی آی دارم. خب اونم نداریم، ریزالف کانف نداریم. میتونم اضافه بکنم ولی به نظرم لازمم نیستش. خب اینم نداریم. دنبال یه کانفیگ صحیح هم برای ریزالف کانف. چیز کرده معمولا NSLOOKUP یا بقیه ابزارهای سیستم مثل همین apt از این فایل استفاده میکنن. یا در این صورت اگر مثلا چیز دیگری باشه سرویسه. خب من 88884 استفاده میکنم. خب اینم پاک میکنم. خب اینا رو هم میتونستم تو هم مرحله هدلس انجام بدم ولی خب ازش آگاه نبودم. الان اگه آپدیت بکنم میبینین که DNS رو میگیره و نتورک وصل و همه چی هم با خیر و خوبی داره انجام میشه. تو کجاش ثبت شده؟ و اگر اینجا من بزنم apt-get install htop منم نصب میشه و مشاهده میکنین که رزبری ما خیلی مصرف پایین و خوبی داره. میریم تا ویدئوی بعدی. امیدوارم خیلی زود ضبطش بکنم، میکسش بکنم و قرارش بدم و این قضیه خیلی طول نکشه. یه جوگیری جدیده و من ببخشید، من گاهی وقتا مثلا خیلی روی مودم و ویدیو میگیرم و پست می‌نویسم، بلاگ می‌نویسم، بعضی وقت هم نیست دیگه. این از این قضیه است که خب ما به عنوان متخصص، به عنوان
از این راه واقعا درآمدی نمیدونم، حالا بعضی دارن بعضی ندارن یا هر چیزی، بعضی آموزش میدن بعضی، ولی من خب هیچ داشته مالی ندارم، بخاطر همین اینا حالت پراکنده داره همیشه. پس بر ما ببخشید دیگه. مرسی از اینکه به من گوش دادین. تا درود دیگر بود. بدرود.